داستان برند معمار از رویا تا واقعیت. در قلب دبی رویای یک انقلاب معماری در حال شکل‌گیری بود. محمد العبار رویای بزرگی داشت. او نمیخواست تنها یک تجارت کوچک راه بیندازد، بلکه قصد داشت دبی را به مکانی تبدیل کند که آیندهش از آنجا شروع شود. سال 1997 بود که او برند معمار را تأسیس کرد با تنها یک هدف: ساخت پروژه هایی که دنیا را شگفت زده کند. پروژه اول که آغازگر این سفر پرهیجان بود، برج خلیفه بود. برجی که در آن زمان نه تنها بلندترین ساختمان جهان بود، بلکه به نمادی از آرزوها و جاه طلبی های بیپایان دبی تبدیل شد. اما این فقط شروع داستان بود. بعد از برج خلیفه، دبی مال را ساخت بزرگترین مرکز خرید جهان، جایی که مردم نه فقط برای خرید بلکه برای تجربه لوکس و فراتر از تصور به آنجا می آمدند. در این میان چیزی که بیشتر از هر چیزی باعث تمایز برند معمار شد، قدرت برندسازی بی‌نظیر آن بود. از برج خلیفه تا دبی مارینا، هر کدام از این پروژه ها جزئی از برند بزرگ معمار بودند، نه فقط به عنوان یک سازه، بلکه به عنوان تجربه فراموش نشدنی برای هر کسی که وارد دنیای آنها میشد. قدرت برند معمار در این بود که توانست حس لوکس بودن و کیفیت بی‌نظیر را در تمام پروژه‌هایش وارد کند. به همین دلیل وقتی کسی در دبی به دنیای ساختمان‌ها و فضاهای لوکس فکر می‌کرد، بیدرنگ به معمار و پروژه‌هایش می‌اندیشید. معمار نشان داد که چطور می‌توان با یک ایده بزرگ، یک استراتژی صحیح و خلق تجربه‌های ماندگار، یک برند جهانی ساخت. برندهایی که می‌توانند این کار را به درستی انجام دهند، همیشه در ذهن‌ها باقی می‌مانند و داستان‌هایشان همچنان ادامه پیدا می‌کند. استودیو گرافیک